گفته بودی که تو مهمان میشوی، در تنی جان پروران جان میشوی. روز و شبها انتظارم من هنوز، با دلی امیدوارم من هنوز. خداوند همه را به همین آرزو برسه و خاندانش بسیار خاندانی با آرزو و با حوث و با برکت باشد. یک شویش کار در همین خاندان و در فرزندانش در گریه با دلی امیدوارم من هنوز. کنده شده راهی تو چشمانی من، چشمانی من. کی تو میایی بیا جانانی من، جانانی من، جانانی من. خانه ای ما قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. خانه ای ما قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. هر دو در یک شهری نو سبزیده ایم، هر دو آن را جان و دل بخشیده ایم. شهری ما مانندی باغ و گلشن است، منزلی سیر و تماشا کردن است، منزلی سیر و تماشا کردن است. سوی ما گر با سراغ میروی، میروی از میانی کوچه باغ میروی، جان میروی، جان میروی. خانه ای ما قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. بلند بلند سلام ای زندگی، ای یاری دری، مرا دلبسته‌تر کن. اگر خواهی به شهری عشق رفتن، به شهر من، به جشن من، به خانه من سفر کن. سلام علیکم برادران، جنابان، خانمان، خواهران و مادران عزیز. همه شما رو به این روزی نیک، به این روزی فرخنده پای، به این تالار زیبا، با کشاده شوی خاندان پربرکتی دوستی عزیز و جانی همه ما و شما، امید جان احمدزاده صمیمانه همتون را خیر مقدم نوری دیده تاج سر میگیم. خوش آمدید. هر یک نیتی نیک و هر یک اقدامی نیک البته با خیر و صدقه صورت میگیرد و امروز هم خطا نمیکنیم بگیم که امروز نان و نمک بهر صدقه است، بهر خیر است که دوستان و پیوندان سرجم شده از نمک خانواده امید جان احمدزاده بچشند و بهرشان، بهر خانه نوشان دعا بفرمایند که در این خانه همیشه توی باشد و خانهشان توی خانه شود. از آن که شما خوب میدونید خانه ها حجما خرد و کلان میشوند و از آن که دوستان و پیوندان امید جان زیاد هستند در خانهشان نتوانسته که همه شما را جا کنند و به همین مقصد امروز کشاده شویش در طرف خانه است. اما در امید جان چونانی که در سرود شما شنیدید همیشه درها باز هست، خانهشان نه آنقدر دور هست و هر نفر شما در علایدگی هر روز میتوانید وارد این خانه شوید و مهمان شوید. شما نور دیده توجه سر برای ترسکاتان نظر رحمت. اکنون هر یک معرکت آغاز دارد، کشاده شوی دارد و امروز اگر ما کلمه توی رو هم خوش می‌کنیم خطا نمیکنیم، امروز توی هم بیم بخواست برای بیم ما بیم توی رو بودیم.
کشای آغاز کنیم و عروس و داماد را به صحنه دعوت کنیم. برخیز و بیزن خرسک، برخیز و بیزن خرسک، شه بچه عروس آورد با صد جهان ارمان، یک تازه عروس آورد رقصیده برو میدان، یک روز بود بینان در دولتی خانواده احمد زاده ها امید جان عروس آورد. سی جهانی که عاشقان می آید داماد و عروس جان و جان می آید امشب دو جهان بغل خوش آید با هم یا در بغلی وقتی جوان می آید مبارک باشد. دو یاری همدل و همراز بگذشتند، دو یاری مهربان با ناز بگذشتند، دو یاری عزیز از روی پایانداز، دو یاری مهربان با صد امید بگذشتند. مبارکتون باشد شه عروسی سه فرزند. اتنی توی شنو دیده برای همه باز هم کم است و خداوند صفشان زیادتر کنه. بسیار خرسند هستیم در ابتدای این روزینه این نیمینه به اولین سخن رو خود کلین داماد بگویم، چون که صاحب مهمان اساسا هر اینها هستند صاحب جشن ها شما رو با زبان خودشان خوش آمدید بگویم. اکرم اینجا مرحبا. تشکر زیاد. این تشهر عروسی پیرشان آمدیم شش شد. دوستانی عزیز، این یک دستاورد بسیار خوردم باشد ولی در حضور شما با یک ایدی بسیار زیبا مبدل شد و میگویم که این خانه پر از ساز و نوا است، بیا. پر از غزل صدق و صفا است، بیا. یاران عزیز گردی هم آمده اند، این خانه پر از نور و ضیا است، بیا. خواهی بسرا، خواه بنوش، خواه برقص، هر کار که میکنی روا است، بیا. این خانه پنج خزک داره. این خانه نه تنها خانه ما است، اگرچه خیلی خورده کم باشد خانه همه ما و شما است. من پیش از عید قربان بسیار عید رمضان بسیار زیر بودم که از نیویورک از مردم تاجیک دور رفتم و کسی نمی آید. سرم بر آسمان رسید وقتی که در روز عید مهمانان در پشت در نوبت ایستادن برای درآمدن. تشکر زیاد حس کردم که تنها نیستم و انا در این لحظه زیبا من به همه شما میخواهم عرض سپاس کنم، اظهار منتداری کنم. من از همه شما بسیار منتدار هستم که در پهلوی من هستید و تمنا میکنیم که همه شما به این روزهای نیک برسید و چون همه مردم ما اول دعا از پدر و مادر میگیرن، ما میخوایم که اکرم جان اینجا برای ما کمک کنن. یک نوار از دوشنبه روان کردم، همین نوار یک جای تماشا کنیم. بعد صحنه را در اختیار اکای شوکت جان میدیم. اینجا با هنرمندای بسیار خوب هستن، اکای زمینه جان، اکای کلانیمون، اکای نیمه جان. انشالله محفل خوب میشه. همتون خوش آمدید. اکرم جان مرحمت ما میدید. حاضر اکرم جان تو ویدیو را موندن یک لحظه. اول ویدیو را چی میگویی؟ یکم تبریک ننواد. این چرس داره. برای چی؟ روز برنامه به نام خداونده که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. به بسم الله الها تیز کن تیغ زبانم را، به رحمان و رحیم نصرت قرین گردان لبانم را. اولا درود و سلامی مهرانه و پاک و عاطفانه ما نثارتان باد بنده های خوبی خدا
باعث افتخار است که همین گونه افواه‌های زیبا برادران گرامی قدر با تکلیفی ما قدم رنجه نموده آمده سرمان به آسمان رسید. خداوند همه خیلی خرسند یارو نصیب شما هم گرداند. زندگی با سعادت و خانه آباد و پر از مهر را بهر یکایک شما در این روز خوبی خدا عزیزان دلم برای همه شما تمنا دارم از درگاه آن ذاتی پاک. خوش آمدید به گفت یک برادر قدردان ما که قدم‌های شما بودن شما باعث افتخارم است. احسان به شما، خوش آمدید. ای دوست ای دوست جبری تو از آن کشم که روی تو نکوست. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست، ای به خبران بهشت با دوست نخود. خوش آمدید. خطای قدماتون. من فقط میگم که اگر برای چی قدر شعر بسیار میدوند در قرائت شعر استو است همه شرافت یگان دست کرد. برنامه را اگر میجان ما از روی قاعده خودمون دوام میدیم. ویدیو البته آماده است تو ویدیو با دو سوال شما کوتاه جواب میدید و بعد ویدیو آغاز میشود. سوال یکم همین است که اگر امکانیت باشد شما سراغای خانه نوتون رو بگویید که دوستان و پیوندان نه همه میدونند این آدرس رو و منبر از اون که خورد بود همه را جو کردن نتوانسته کسی که خانه شما رفتن میخواد آدرس دارند. این سوال یکم است و سوال دویم اکل میجان برای اکثریت مهمانایی که نه آنقدر از فرزندان شما شناس هستند با فرزندان شما شناس هستند درباره فرزندان خود کوتاه معلومات بدهید. وای مردک امروز جوره شدید است راه گفتست که اگر خونه بیایم روزشیم تک آدرس چه می‌بینیم تا اومدنگی شما آدرس چه می‌بینید هم تا اومدنگی آدرس مون آسونگ یک الیساوی استیتن آیلند نیویورک زیپوچ هم بومی 10312 خیلی از با شکرانه خدا که در طول همین قدر سالهای زندگی کرده پروردگار انا فرزند کلانی من فردوس جان برای ما دادن فرزند نخستینم است و همین حاضر از مسابقه با مدال آمد. مدال تکیم نگردن شد اگر نبوده فرزند دیگه محمد رفیع جان رنگی گودرکای خدمت همون تنبل خیلی که ما بودم منتظر رنگی واقعا رنگ خدمت همه خصلتش کاروش رفتارش گپزنی و شوخی کنش همش رنگ خدمت سو بچه دوست دارم همین که رفیع جان بعد دخترک زیبا مریم جان دگانه اساسی من دگانه من نشانه از مادر من دخترک خوب است. بعد با قطعی مریم جان بود دگانه دیگه دارم فاطمه زهرا و دخترک امریکایی عایشه جان. باز در برابر همین که همین قدر اویله در اینجا جمع شدید من در امریکا باز خواهرک بجان و دین عزیز ما دارم خواهرکم فرزانه که در خریدن یعنی خانه سهمی اساسی فرزانه بود اما خانه خریدن بود دمپیل و در همه چیز زویه دمپیل فرزانه بود برای خیلی روز بودم که پیش فرزانه در خروبای نستن مونه که پول فرموش میکنن و باز در امریکا در پالو مکه عزیز و مست جمشید جمع کنیم جمشید بیا اسلام کنم بیا جمشید جان است و بعدا در امریکا همه شما را دارم که بسیار برام عزیز شدگی هستیم نزدیک به شما یگان روز و یگان ساعت ما نمیگذرد به همه شما یک جهان تشکر سپاس. سلام تشکر می‌کنم هزار رحمت. از اون فرزندان بود فقط کلانی تیرداجان سخن کرد با زبان انگلیسی تیرداجان و یک بار در برای مسابقه گپ زد. آدمان خوش اومدید سلام خوش اومدید و مندل کرد. کی گپ زد؟ چون انگلیسی؟ سلام علیکم. السلام علیکم مهمونان عزیز خوش آمدین با مملکت ما. من در مسابقه
دتامی ایسکاست و ولی 16 شتات نیویورک جای 5 گرفته او طرف مرا وطای عزیزم با مجبوری گفتن که مرا یادم نیکی همه تون خوش آمدین. Make sure you enjoy our party and have a great night. Assalamu alaikum. Amaton خوش آمدین. I'm so happy to be here, as y'all can tell. We picked up our brother from the tournament. He did good. Congratulations to my brother and enjoy the night. Thanks so much. سلام خوشید. رحمت. با همتون تشکر زیاد. اویلای بسیار زیبا. این اتفاق، این پیوستگی، این خوشبختی شما ابدی باشد و عمر هر دوی شما دراز باشد. دوستان عزیز، مرحمت ویدیو رو ببینیم. ویدیو برای زنها، برای خواهران و مادران ایام‌تر است. البته امروز من درده است، ویدیو با خاطر مادر است. بله. امروز که روزی مادرز دی است، ما به همین خاطر ویدیو رو فقط با زنها توصیه می‌کنیم. مرحمت دوستان عزیز. تشکر.
نپوشید این قصه میولود توفیق به خوب نپوشید این فرقه میولود ای شیخی پاک دامن معذور دار ما را ای شیخی پاک دامن معذور دار ما را السلام علیکم بچه های عزیز، خوش اومدین به خونه بچه ما. خدا تن صحت عمر دراز و برکتتون ده. دائم همیشه سربلند باشین، دائم همیشه سرجم باشین، در همه جا اتفاق باشین. خدا به همین خونه بچه من اومدین و تن صحت و عمر دراز. خدا یا عمر همین بچه را سرفرز برکتدار کنه، یا عمر بچهش زنده دختراش سوب ده، خونش دائم پری گندم باشه، دائما همین تا وقتش خوش در بر جلوهاش باشه. خوش اومدین بچه های عزیز، خوش اومدین، بازم خوش اومدین. آمین الله اکبر. السلام علیکم برادرای عزیز، اپوهای محترم، خواهرای عزیز، دادرای محترم، اکوهای مهربان ما، همه شما را به خانه نو، به خاندانی برادری عزیزی ما تا در چه بهترین من امید جان و کلینی عزیزم خوش آمدید میگم. برای او این خاندان تبریک میگیم. آرزومند هستیم که در خاندانشون مثل همین روز همیشه مهمانا حاضر باشن، پای قدم دوستا باشن. و یک دیگر آرزو میکنم که خدا جان همه شما را مثل امید جان صاحب خانه کنه و توانین در امریکا صاحب خانه و صاحب محبت خاصه همه عزیزان باشین. و آرزومند آن هستم که این دفعه رفتم چند نفر دیگه مجده میدید که ما خانه‌دار شدم و با خانه همه ما انشالله که مهمان میشیم. سلامت باشید. امید جان با دعای نیکی پدر و مادر عزیز، با دعای نیکی همه دوستان امروز صاحب خانه شدیم، از نام همه برادران تبریک میگیم. شما را مبارکتون شود، بخت سعادت در این خاندان باشه. از نام مادر عزیز همین شعرم از نام هم مادر و هم پدر عزیز برای شما این سودا من میخوانم. خوش آمدید، مبارکتون شود. تاجی سری محوی کردی خوش روی تو مادر، جان و دلی ما هستی و دل جوی تو مادر. تاجی سری محوی کردی خوش روی تو مادر، جان و دلی ما هستی و دل جوی تو مادر. خوش روی تو مادر، دل جوی تو مادر، از روضه جنت میرسد روی تو مادر. خوش روی تو مادر، از روضه جنت میرسد روی تو مادر. سلامت باشین. یک بار دیگر مبارک تو شود. کمتر مریض هستم کسلم، لیکن من لازم شمردم که این تبریکات از نام خاندان ما، از نام همه عزیزان با امید جان و کلین محترمم برسونم. سلامت باشین. خانه نو مبارک، بخت سعادت، خوشی و خوشبختی های به انجام را برای شما آرزومند هستم. سلامت باشید. شما را سلامت باشه اکای عزت جان و شما را سلامت باشه اکای امید جان. همه مهمانان، دوستان و پیوندان، کارمندان بهترین همین طرفخانه همه وقت سلامت باشه. به حد طرفخانه خوب، به حد سرویس خوب، بسیار خوراک‌های بانظر. علاقه ما باری سوم است اینجا هستیم. همه وقت خدمت رسانی شما عالی است. خوراکاتون بسیار تازه، فرش، بامزه است و این یک قسمی خورده که این طرفخانه است.
толори асосӣ, толори калонаш рӯзҳои наздик шуда мешавад ки беш аз 300 нафарро ҷо кардан мумкин аст. беш аз 300 нафар. ва фаромӯш накунед дӯстони азиз, минбар маъракаҳои худро дар Лайф Гарден мегузаронем, чунки ин тарабхонаи мардуми худамон аст ва рубрикае ки чуноне ки мегӯем пулро бегона намекунем. ва бигзор ки ҳамавақт дар хонаи ҳар нафари мо тӯй бошад, хурсандӣ бошад ва маъракаҳои худро ҳамеша дар Лайф Гарден гузаронем. нури дида тоҷи сар. хуш омадед дӯстони азиз. акнун маъракаи мо бо сабту суруд оғоз мешавад ва имрӯз мо акай умеҷон ва янгарро бо фарзандон ба ҷоҳои худ ба тахти арӯсиву домодии худ онҳоро мо иҷозат медиҳем ки бинишинанд. марҳамат. ва баъзанро кушода эълон мекунем ва чуноне ки аллакай шумо мебинед ва ошно ҳастед, дар ин саҳнаи муборак ҳунарнамоӣ мекунанд овозхони бисёр маҳбубу шинохтаи Тоҷикистон, ҳунарманди бисёр ҳам барҷаста акай Шавкатҷони Аштӣ ки ҳамеша бо сурудҳои зебояшон, бо ҳунари болояшон маъракаҳои ҳамаи мо шуморо зебову рангин мегардонанд ва имрӯз ҳам дасти холӣ омадагӣ нестанд. гулчини сурудҳои худро, беҳтарин оҳангу таронаҳои зебои худро баҳри шумо ҳадия оварданд ки шумо истироҳат кунед. эй дӯстони ҷонӣ, базму тараб сар шуд, шукронаву шукрона дарахтимон сабз шуд. дар ватани муҳаббат оғози кор ишқ аст, оғози ошиқона муборак шуд, муборак. саломи гарму ҷӯшон аз мо ба шумо азизон, ҳузури хуби меҳмон дар чашму дили моён. волози ин гуфтаҳо одоби мо бисмиллоҳ, нуру зиё бошад худои мо иншоллоҳ, худои мо иншоллоҳ. касе ки дар ин ҷо соҳиби хонаи шахсӣ бошад, баъд аз хонаи шахсӣ самолёт харад ва касе ки дар иҷора бошад соҳиби хона шавад. маънои ҳамин маърака ҳамин аст. муборак бошад сарандаи хушовозу маҳбуб Шавкати Аштӣ. хуш омадед. چکچکی بارانی بهار شیرینم، در یاد دارم تو را، شد بدار درد غمی برینم، از نازیلان شد بدار درد غمی برینم، از نازیلانم. جدا کردن ما را مهینه با مهینه تقدیرم همینه چرا همین چرا چکچکی بارانی بهار شیرینم در یاد دارم تو شد بدار دردی غمی برینم،
Sorry.
شدم خسته بستم دل بری گوهر وقت تو
دوست داشتم داره برای همین چی گفتنی دارم میخوام که همیشه روحتون سرخ باشن چرخه زندگیتون چرخون باشن خونه‌تون پر از بهانه‌های شیرین باشن فرزندانتون فقط برای شما شادی بیارن شما شادی شدید باشه من باز یک آرزوی با شما ایمانی دارم next destination شما طواف خانه خداوند باشد آمین شما دعوت اگر برای همین خیلی که گفتم اگر شما خانه خریدنی باشه نه هراسیدن قدم اولی را گذاشتنی باشه مرحمت به من زنگ زنید همه مسئولیت ها رایگان هستن ما یک کمر داشته گماری جبراتی با نماینده‌های بانک حتما به شما یاری میدیم با برنامه‌هایی که دسترس هستن از طرف دولت و شما برای گرفتن کمک میکنید و البته هر یک انسانی که هر یک تاجیکی که موفق میشوند این موفقیت هر یکی ما است و میخواهم در آخر بگم که به همین جهانی سپاس برای میدان شهادرجان که امروز باید بهانه زیبا همه این ما رو جمع آورده بگذار همیشه تاجیکان آمریکا جمع باشند باید بیتی شاعری بزرگ سخنهایم رو با آخر از خواندن میخواهم من اگر ما نشوم تنهایم من اگر ما نشوم تنهایم تو اگر ما نشوی تنهایی چی کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانه اش ویران باد اپن اسرا جان بهترین سخنها بهترین شعرها و بهترین پیغامی که از جدای فعالیت خود گفته و مردم آشنا شد تشکر زیاد و سوال رو همین خیلی کوتاه بیه و مسئوله بیدیم که چگونه شخص میتواند قدم اولین بگذارد برای صاحبی خانه شدن کوتاه همه مهمونان بفهمند از مسئوله میخواییم بفهمیم از اپای مسئوله جان میخواییم بفهمیم که کوتاه قدم اولین برای صاحبی خانه شدن چی است؟ قدم اولین البته یکون نیت نیک است که شما در سینه خود پروریده اید یکون نیت نیک و دوم البته که شما باید با کسه خود مسئولیت کرده دام پیمنت تیار کردم و نجات بردارد مسئوله جان تشکر زیاد مسئوله خون گفتن که یکون نیت نیک و دویوم دام پیمنت بسیار اساس است صاحبخانه نو که امید احمدزاده است شاید به ما کمک میکند چگونه نیت نیک فهمیم ملکه بسم الله میگوییم و قدم میگذاریم دام پیمنت چه فکر میکنید؟ امروز روزی تاریخی است اویلای احمدزاده ها برای همه شما دام پیمنتی اولین خانه‌تان را حاضر تقدیم میکنند اگر راضی باشه یکم توفه با اکتام جان اکتام کنی یکم توفه با اکتام جان برای خدمت‌هایش اکای اکتام از همه شما خواهش میکنیم ما توفه را تقدیم میکنیم در پیمنتی اولین خانه‌تون است کسی خانه دارد خانه دیوم است لیکن تو همه توفه را گرفتن نکشوید التماس نکشوید اگر احمد جان شما یادم کنید بچه ها با تحصیل کنید اکای اکتام جان اینجا بید یکم توفه با شما اگر راضی باشید برای خدمت‌هایش فردوس جان یک شبیار یکم توفه با شما در پیمنتی اولین خانه‌تان مبارک باشد یک قصد میزنید برای خدمت رسانی بهترین همین طرفخانه نکشوید دخترها با تحصیل کنید که احمد جان بچه ها با تحصیل مهمانان عزیز خواهران و برادران ارجمند و کسی توفه داده خواهش میکنه نکشوید همه خیلی داشته ایستید برای که دوام بوده داشته ایستید نکشوید مردان زنها مرحمت رفتن همه در تقسیم کنید التماس
ما این توفاهای رمزی را اپای بیشونها نکشوی گفتیم نکشوی این در پیمنتی اولین خونهای همتون است ما امید میکنیم آرزو میکنیم که همین مبلغی که ما با شما تقسیم کردیم امروز در خریدن خونه‌تان استفاده کنید. بله شما یک جایی سر واسه توفا را بگید که به همه رسید یک لحظه موسیقی بلند میشه. یکم سوالی که میدیم یک دقیقه کی توفا نگرفته است؟ رمضان گفته یک دقیقه کسی که توفا به دستش نرسیده باشه دست برداره یکم کس هست که توفا نگرفت بچه ها دخترها کسی نداشته باشه شما دیگه داره بچه ها دخترها یک دوریده میپرسید فریدون پیرام ممکن است که شدم چه با میکنید؟ نقشوی یکم کس یک دوریده اخیران بار میپرسید یکم کس هست که توفا نگرفته باشه اسامدین گیرید میربخش دوستان عزیز همه گرفت همه یک جای گرفته باشد همه کسا یک جای میکشویم کنورت رو نه توفا رو کنورت رو اول میگذاریم یک طرف فقط توفا رو میبرداریم یک جای دستور رو بالا میکنیم یک رسم خاطره‌ای میشود با هم یک جای این خونه است دوستان خونه که ما انتخاب کردیم در امریکا همه دستور خود رو بردارد این خونه که ما انتخاب کردیم عکسای خاطره‌ای میشود اما برداشت اکنون دوستان عزیز توفا رو در پاکت میمونه و کنورت رو میبرداره کنورت رو میگیریم همه کنورت خود رو بلند میکنه دوستان عزیز همه دستا بالا کنورت فقط دستا بالا شد شما نگاه کنید از $1,000,000 اگر 1 سنت گم شود چقدر میموند؟ با این سوال ما جواب میدهند حساب کتاب های ما اگر انجام کنید یک سوال شما یک سوال اگر انجام کوتاه از $1,000,000 1 سنت گم شود چقدر دلار میموند؟ اکاجون بایتر بیاد تمام بالاتر اکاجون 900,000 999 این 99 اوکی
бинед ака умеҷон 1 сент аз 1 миллион гум шуд чиқадар текс дароз шудан раҳмаҷон озӣ гуфтанд аку бинед ки шумо 1 сент намондед дар инҷа хеле калон аст яъне ҳамин саҳм дорад ба 1 миллиони шумо ҳамин конверт ба 1 миллиони шумо саҳм дорад яъне қадр дорад шумо розӣ ҳастед дӯстони азиз туҳфа конверт даунпеймент ва хона махфуз шуда бошад як қарсак занед бачаҳои конвертҳо бучаи апай миҷгона бисёр азоб кашид таги свет бурдеста истикадеста усикадеста برای همین از 1 میلیون گفتن یک پیغاوه دارم وقتی که شما خونه میخرید اگر سایبسی خونه شما از 1 میلیون اگر 1 سنت بگذاره شما دو نمودی نواق میسپره اگر از 1 میلیون اگر 1 سنت کم باشه شما 1 نمودی نواق میسپره دست خودی نبرده برای ما اگر خونه که شما انتخاب کرده اگر از 1 میلیون کم در زیاد باشد همه وقت سودا کنید که 999 هم باشه شما یک نمودی نواق میسپره دویمو سودا کنید این یک خاطره بود با یک چیز دیگر است ما به من سوال میدن سوال داده شدن که آدمان اگر شخصی که در دیگر دولت‌ها در پاکستان یا در ازبکستان زندگی میکنند اگر در امریکا خانه خرد صاحب گرین کارت یا گرجنس میشود یا نه همین سوال بسیار کسا میدن میشود یعنی چخیر اگر شخصی که در پاکستان زندگی میکنند در امریکا با مقدار 1 میلیون دلار کامرسکی بیلدینگ اگر خرد کامرسکی بیلدینگ اگر 1 میلیون دلار بخرد برای آدم و 2 سال روانی توریستی داده میشه یعنی توریستی ویزا نوامی 2 سال با همون شخص از دیگر دولت به امریکا ساباده رفته آمده میتواند 3 ماه ایستاده بعد از 2 سال گرین کارت گرفته میتواند همون شخص این بسیار سوال است که همه میتواند سوال کنند برای سوالهای زیاد مرحمت به من زنگ زنید یک چیز دیگر گفته گذاشتنیم همه شما با خبره که تشکیلاتی غیر دولتی مهرآور شده است 10 ماه شد در دوام 10 ماه کورس‌های رایگان زبان انگلیسی برای زن‌های مهاجر تاجیک گذرانده شده در 10 ماه 560 نفر زن‌های تاجیک در گروه‌های زیاد خوانده اول 4 ماه در beginner level, elementary level و intermediate خونده اول تمام کردن اول با کار هم برآمدن گرفتن اگر یگان اداره شما یا آن شخصانی که شما میشناسید زن‌هایی باشند که برای زبان انگلیسی دشواری داشته باشند اگر مرحمت میتونید به مهرآور مراجعه کنید درس‌ها همه رایگانند فقط برای زن‌ها حاضر است برای مردان نیز داریم در آینده برنامه‌های زیاد بسیار است تشکر می‌کنم раҳмати калон апай масураҷон бародарои азиз воқеан касе ниёз ба маслиҳат дорад ба меҳровар ва ба апай азизи мо муроҷиат кунад ҳама мушкилотон ҳал мешавад масъалаҳои маблағ масъалаҳои ҳуҷҷатгузориша раҳмаҷон акай азизмон ҳал мекунад вақте моргич ҳамон агенти ман 2-3 бор ба ман занг заду ин он ҳуҷҷат пурсид баъд ман раҳмаҷонат 2-3 бор занг задам раҳмаҷон гуфт ки умеҷон ин қадамрати телефони ҳамон моргич агента те ман худам ҳал кунам ҳамаша ҳал мекунад лекин дар бораи тӯҳфаҳои имрӯза ман мегӯям як чиз барои шумо ҳушдор бошед ки пага кадоме хона харидем ман ба имтиҳонам гуфта ки евая ман даунпеймент чаман додагиам ё ки кадоме даҳаке соҳиби хонаи ранги апай фарангиси азизи мо мегӯям ки вай хонара ман падаркаш кардагиам дар асл рост наку ман ҳаст ман ҳаст ман падарка кардагиам гап дурӯғ намешавад дар ҳама ҷо мегӯ нагӯ мекафон ҳаматон хуш омадед апай миҷгона ман даунпеймент шуморо дуайно додагиам ду хона мегиред шумо иншолло барои ҳамин ният як қарсак мезанед ва баъди хонадорони мо орзу дорем ки хонадорони акай маълими худоидод шавад ай фаридоҷон шавад омин ай зафар шавад аз ҳамаи мо шумо шавад аз ана янгаи тилло шавад аз ҳамаи мо шумо шавад ҳаматон хуш омадед шумо агар мехостед 10 сол пеш бигиред лекин ман шуморо хона падарка кардам
فیروز جان و اکای شوکت جان و زفر اقبال و زفر سمرقند و زفر فیض آباد و ایراد جان عزیز پیرو جان و اکای مولا جان همتون یک بار دیگه خوش آمدید نور دیده تاج سر. چی تجربه که ما از سر گذروندیم ما آماده ایم که با شما قسمت کنیم. اکای مهروز ده تبگیده ده زن بریم داخل اینجا طلب شد از رابین سخن و طلب شد اکای میجون هزار احوال بگیم به شما بگذار که همه بازی ما بازی ریالی شود، یعنی در حقیقت در اصل همه چیز اجرا شود و هر نفری که همینجا نشسته است در امریکا صاحبی خانه شود. صاحبی خانه که شود البته میگه که امید سهمگذار است. بینید که رحمتجان یک سنت اسپورت کرده، حالا که $1 است رولی کلام بازی میکنه و همه بینید تویتان مبارک باشد. اگر برای ینگه عزیز اپای کلام حسابم اپای زمیربانوی فیضلی بسیار آسمانی محبوب و شناخته تاجیکستان، هنرمند بسیار هم دوست داشتنی و در امریکا در غریبی باشد. اپا جان یک از اپای دوست داشته همه ما، یک اپای جان و جگر که همه ما دوست می‌داریم در زندگی در صنعت باشد. یک از هنرمند بهترین، صدایی که بهت صدای شیرین دارم، صحنه زیب هستم. اپای زمیرجان من چون دادر دارم، چون فرزند باوری دارم و امید از خدای بزرگ دارم که آینده شما در جدای صنعت که حالا خیلی جوان هستید، آینده شما بسیار درخشان است و روزهای نزدیک به تاجیکستان با سفر دارید و من باوری دارم که سفر رفته می‌آیید دستی خالی نمی‌آیید، دستی پر، یعنی با سرود و آهنگ‌های تازه می‌آیید. برای امیدجانم اپاسی، برای زن امیدجانم اپاسی بسیار اپای کلام و اپای بسیار مقدر رسید. به سخن شما معرکه معلوم ندارد. سلام علیکم مهمان عزیز، همه شما رو خوش آمدن میگیم و بعدا ما از خونه برآمدن دعا داده با شوهرم نیما جان تا همینجا از بیرون دعا داده اینجا آمدیم برای همین امید جان، شادر جان و خواهری عزیزمان باز یک بار دیگر به شما مبارک باشد. بگذار که همین خواندان نو به شما خوشبختی و همه خوشی‌های زندگی دور به شما بیارد. در همین خانه فقط توی شود، خرسندی شود، در همین خیلی دسترخوانی پر از ناز و نعمت شود. شاگرداشم ایجاشم خیسه یک جای است که کسا با یک میکروفون میخونن. مرحبا خواهش میکنم که شاگرده من شنگه شما سخنی بسید وای تو دیدی نبی آرزم بخوایدن وای تو جایی بی مداری بودی جایی دیگر وای رحمت نیامد بر منی گرفم چلیدن وای سوزم تا جایی دیگر وای در برگی دلی پودی نشم بزنه وای
زیبا و شیرین سخن بشنیم از آن آنها. اکا اومجان میگه که شما بازی توفای ماست زوره بازی همین توفه را هدیه کنید. توفه را بعد فیروز آماده شود. محمد اکا اومجان بشنیم. همین توفه از نامی سرگونه جان، از نامی مستوره جان و شخصا از نامی بنده خودم و همین خواندنهای شما توفه کرده می شود. بگذار که در همین توفه رو فقط همین دسترخوان شما بسیار آرایشی بسیار زیبا بود. شما سری در نگفتید و زیپو داشته کمه نگفتید. ما فهمیده. در این صورت چی بود؟ اگه مدرسه یافته بیده. نمو این خونه در نمی‌بینی. باز یک خونه دیگه دیده. رحمت کلام آمدناتون خودش توفه است. انا های طرف شو. توفه را سایماجان چی کنیم؟ علاقه دیدن یا که پرزنتاسیون دیدن؟ اوکی رحمت. از نام اپای سمیرا جان، از نام اپای سیونا جان و از نام اپای مستورا جان همین توفه خاطره‌ای به خانواده شما خاطره. همین سال که با همین حالی نگیرید اون وقتی. آدرس کو میدونیم؟ سخن دادن میشود اکای اومجان و یکی از مهمانان بسیار هم عالی قدر چهره سخن، چهره اطلاع، چهره خبر نفری که سالیان زیاد در تلویزیون سرمایه‌گذار بودن، فعالیت کردن، ژورنالیستی بسیار عالی و سابقه‌دار، یکی از همکسبان، یکی از دوستانی اکای اومجان فیروز برات که البته با سخن‌های بهترین خود آمدن، با توفه‌های رمزی خود آمدن. اول اینو بگم همین توفه‌ای که در دست اومجان و رافع جان می‌بینید این توفه رمزی اپای زمیرا جان، سیونا جان و اپای مستوره است. قبول است. رحمت. باز جان رو بینام رفته زی بچه فیروز جان شکر که علاقه با شما شناس کردیم اکثریت همه فیروز رو میشناسن و فیروز براتون یکی از دوستان و پیوندان خانواده اومجان است چون که همکس امید است و در تاجیکستان تمام عمر خود را در ساحه خبر، اطلاع، سخن بخشیدن و امروز با اهل عائله خود آمدن. بسیار خرسند هستیم که فیروز جان شما با پیغام خویش سخن شما مرحمت. السلام علیکم دوستان عزیز. یک دقیقه رو توجه کنید بگم که چهاربینی معرکه‌ها با حرف و با خاطره‌ها جالب است و میگن که مقصد از آمدنم هدف دیدار است و اگر نان و نمک در همه جا بسیار است. خب دوستان عزیز من بسیار خرسند شدم که یکی از اعضایانی که گروه ما جمعیت ما صاحب خانه شخصیشون شدن مبارک باشد، خانه‌تون پرفیض باشد، پربرکت باشد و آن سورپریزی که امروز من می‌خواستم برای شما کنم بسیار فکر کردم که اون چی یک چیز مخصوص برای خانواده شما فکر کنم. وقتی که ما به امریکا می‌گوییم برای همه ما مهم است که کی حجت‌مان درست میشه، کی گرین کارت می‌گیریم، کی در همینجا قانونی نفس می‌کشیم و من یکی از خوشبخت‌ترین انسان‌ها هستم که در لحظه بسیار مهم با کمیته‌های عزیزمون با یکی عزیزمون ما یکجا بودیم. هر زمان شاهد یک لحظه بسیار حساس و بسیار مهم بودیم که بگی گرینکارت اینا را تصدیق کردن و با کمک دخترچه اصلشون که بسیار اونم نقش مهم بازی و از قصد من در همه جا عکس میگیرم. من همه لحظه عکاسی کردم و همون این همه برای شما هر روز که در خانه دنیا می‌آویزیم همون لحظه حساس، همون لحظه گرم، همون لحظه که اویله رو به هم می‌دارد، دلش پر می‌کند و یادتون می‌آید و این عکس باز رمزی است. در پشتش یک سنگ است. و این عکس در پشتش یک سنگ کلان است. خوب به خود آمده است. اما اگر رمزان فکر کنید بینید که وقتی شخص گرین کارتش می‌گیرد یک گویی
کلون یک سنگ کلون است پشتش بگذارد ببینید عکس بسیار رمزی من میخوام که همه وقت شما خوشبخت باشید با دخترچه نو خانه نو زندگی نو و بچه های کونتون عمرتون درست شود آمین آمین خیال نگه با گریکر داینا خانه نو بچه های نو زنی کهنه میگن که اگر زندگی تیج باشد بالیشته که در تک سر میمونی راحت کده دوره پیری میگذارونید اگه اینجا پخته نیست با گفته کده نبینید این از شما خودتون پخته کنید بالیشته باشد ای بخشید سرای کنید زندگی خوش کنید رحمت بخن امروز هست که ما از مصاحبه گذاشتیم و گریکر ما تصدیق شد همون روز است همون روز فیروز جان برای ما همچون ترجمان خدمت کردن رحمت فیروز جان و این تحفه بهترین است واقعا تشکر زیاد خاطر امین و همون بازی که ما کردیم یک قسم ایده از فیروز بود یک قسم گفتیم که به مردم یک تحفه رمزی دیم قسم ایده از فیروز و از من بود بله هم معلم تشکر زیاد بهترین تحفه اولی آغاز است اولی معرکه است حالا واقعا بهشون میخواد که مادرای نیک مادرای مهربان نرمند شناخته و محبوب تاجیکستان مکرم بولو قیوم و معرکه ما باز هم رنگ و فروت تازه میبخشد معرکه باز هم سبز باشد و خانه نو باز هم توی خانه شود مادر عزیز سلام علیکم گوی نیکی شما منم میجان سلام همین نام زیبای پدر و مادر برای داشتن امید به زبان روسی نجویش دارم من فکر میکنم که امید همه همین نشستگان خدا را شکر هیچ میشده من میشده من امید همه همین نشستگان هست من پیش تو شاردنده باور کنید اولین شخصی که من از سراغ کرده و من در خانه بودم همین امید جان بود رسمهای خاطره‌ای بود ولی بچه‌ش زنده بود فهمیدن نمی‌کنه چشم شدن یکون بارکار رفتم و باید من چه بوید نازم دامه کردم گفتم امید جان من کار گفتم منم میبری میبرم نپرسم که کجا میبرم منم نمیدانم که کجا میرم وقتی که رفتیم یک ساعت زیاد و هر بار که من میزنم میبینم یک بار دیزل کردم بچه سردرگم کردم یک بار نه چند بار منم بود آور با چند بار دیگر در کار باشد من در خدمت شما هستم امید و طلبشای و همین دوستان من در تاجیکستان خوب میدانستم ولی وقتی این آمدم باز تر بودم من گمان میکنم که پسر نیستم آمدم در دیروز گفتم ولی در یک پسرم هست دیدم که با یک پسر دیگرم میجان سراغم اومد خوشبخت هستم که با کلی فقط با تلفن رب میزدیم اینم یک نمبرها یک هنرمند نمونی تاجیکستان است خدا گویم که مسئله برای ما یک هنرمند شاید من تو با سر سربر شدیم و دخترکامونم زنان بگوی هنری تعمیل شدیم اخوان همین مردمی که همین جا هست از خیلی پارچه برای امید جان یک چیز بگویم хорошая жена это все. Они заняты другого организации. Кто кушает, пишет. Его он факат люди не кушают. Датуют тому, что он хизмат кунад. Барой бачот он йор-йор кунад. Ничего не факат не ранги ма
صاحب نویرا اویرا و چویرا شوید همین روزا با من اگر کنده است ولی نصیب باشد برای خودتون مبارک بودتا بمیدارم اگر نباشم از آسمان ها بالای سرتون بالانی نریزم میخواد که شما را حرمت کنم حرمت دیگران همین گونه هر دوی شما هستید خانه‌تون فیض و برکه شود توی خانه شود مراد خانه شود حاجی خانه شود یک چیز دیگر هم میگویم همینجا مکه مولا ششتیه زمیره جان همینجا ششته است من اولین آدمی بودم که حکومت ما همین 3 نفر می‌گفتم خدا کاری کند که خزینه‌تان زیاد و برزیاد شود همه وقت دستان پر شود میدادگی کند همه وقت دستان پر شود سری همین دوستای رفیقا و ریزانه با حوض مستوره که ما مسیحت کردیم 20 نفرهای اعضا میکنم یکمش طلب شد نصیب باشد هممون جمع میشویم یک خانه میخریم خریدار نصیب باشه من اول دلاغش من بسپرم خدا شود که هممون سایت خانه شویم گویم که میشه در تاجیکا در امریکا همین خانه در دارم که با دیگر رو بیایم از جمعیت ما آموزن خدای خداوندا همین چقدر مهر و محبت که خدا همتان باز باشد مهر و محبتش کم نشود انا مثل اویله های بیفاق زود و خوشرو رنگ سیجان و رنگ دیو جانم رنگ زمیره جانم خدای خداوند روی تماشا شفقت جان اشتی خدمت کنن منم افتخار کرده از فیسبوک میبینم تو افزون در نزدیکی ها بگیم مبارک برای همین خاندان که همین جواب پخش شده همین جواب نان برای مردم خرابجان خرابجان خداوند کدکی همین محبتات زحمتان برای همه جمعه امان شد تحقیق شد حساب زده در واقع بچه‌ها صحبت‌های خود جاگردان نکنن همه وقت از کنندرها بودن کمک کنند امیدجان یک دنیا است من این هم چون جورنالیست میدونستم لیکن همچون انسان من در امریکا کردم و از خدا این ندارست که همین همه شما هم دیدم بچه من بیارم خیلی دکومنت خدا کنه که هر شنبه را دیمون زیادگی بچه‌ها نکشوه کرده انشاءالله اگر بچه‌ها بیاید من حضور احمد مادر عزیز باید یک قرصه کنیم برای سخنهای زیبای مادر عزیز از بس که من در سر همین دسترخوان هستم من یک قدر خالافشگری میکنم سخن از برنده رو میگیرم بخونم از نخستین روزی که زن و فرزند من به امریکا اومدم یک اویله بود که برای ما بسیار کمک کردن خودشان خانه خریدن پیش خودشان ما در آمدیم و روز یکم سپتامبر با جای دخترای خودشون مکتب بودن دختر ما را مکتب بودن من میخواهم که اگر فرانگیز یک سخن کنم این زنی هستن که برای ما افوار و خواهروار بسیار خدمت کردن و امروز بعداً من که زنگ زدم اول شما به رحمت بودن من که در سر این دسترخوان بعد از سخنهای زیبای اپای مکرمان من میخواهم که یک سخن اپای فرانگیز بودم اول السلام علیکم شما جان ما خیلی شما شاید خیلی دوست داشتیم شما یک
اعضای oile ما هستید. من اسمجان ایو طرف نیستن خواهران عزیز برادران محترم سیونا جان نواربرداری که شما منبع چورابینی های خود رو بگناه نکنید با حسومینی بگذارونید با درجه رشت کسبی کار شما را بود میکنند و یک خبر دیگر در باره این شخص همین است که همین شخص صاحبی فرزند شدن صاحبی صاحبی دو شو پسر بودن و همین شخص صاحبی دختر شدن من با این کس گفتم که این دختر به شما دولت و ثروت میارن مبارک باشید اکنون ما شو رو اعلام میکنیم اکرم جان یک شوی بسیار عجایب است یک برنامه بسیار جالب است برای ما 3 اویله لازم است یعنی 3 کپل دو تا بخشش زیاد اکرم صاحب ایده ها است امروز تمام ایده هایی که در امروز اینجا اجرا میشوند مؤلف امید جان است و در این شو با ما 2 کپل لازم است یعنی 2 جور 2 اویله با ما لازم است اویله فیروز جان براتف رحمت جان احمدم و سیهونه بانو Okay, Zafar Mishkona. No. Because you know each other good. You know Sayana, you know Ramajon, Mishkona, and you know each other very nice, very well. That's why. Please get closer to the stage, Zafar John, please. Get closer to the stage. Mishkona в студию, пожалуйста. Rahmajon, Zafar, Sayana, and Mishkona. Okay, I get it. 1 second. We need like this one. 1 second. We need to play it. No, to play. No, any hints. Shiva Fakha Zafar John, Rahma John. Let me know something. It's not hit. It's not any boxing. It's just show. It's just program. Zafarjon kısa. Ama kısa. How's this? Ramajan, he's ready. Zafar is ready, and ladies is ready. Yakshis, we're gonna choose our groups, guys. We're gonna choose our groups. Somebody just for Rahmajon and somebody for Zafarjon. It's 2 teams. It's 2 groups. Rahmajon and Zafarjon. Let's do it. Let's start right now. Before beginning our shows, like who gonna applauding for Rahmajon? Okay, what about Zafar? Okay, Zafar about is more better than Rahmajon. Okay, let's again. Guys, Rahmajon groups. And Zafar group. Zafar, see, people love you, bro. Okay, what we gonna do? Just. Yeah, you have boxing chip which are gloves. Okay, the gloves for me. Gloves. I'm sure that this is not gloves because gloves is the plastic. Yeah, boxing gloves. We can say the boxing gloves. Okay. You guys, you already have your boxing gloves, yeah? Hardi shmo دستپوش‌های پرچتک‌های بوکسینگ دارن و اویله‌های زیبای شما، خانم‌های زیبای شما آماده هستن که از دست شما شیرینی بخورن.
Your ladies is waiting for you when you're opening chocolate and when you give her your chocolate. This the boxing. Рахматджон и Зафарджон должны накормить своих жен вот этой конфетой. Но, не снимая боксерскую перчатку, зубами нельзя, ломать тоже нельзя. Нужно открывать и хорошо. Кто первый это сделает, тот и выиграл. Okay, now I'm going to say it in English. Do you understand what I said? Okay. The rules of the game is you have to feed your wife with the candy. But don't forget, you cannot bite the candy and you cannot break it. You just have to open it and feed it. So, who is first? That's the winner. With the gloves, yeah. How many seconds or how many minutes we have? Yeah. 3 minutes. Like around 30 seconds is okay? No. Okay, let's start, guys. 1, 2, 3. Não trabalho, vai agarrar a música do programa finalmente. Nossa clínica se paralisa, não luta seletivamente. Fica tipo de cara só, chamo de cara só, é das Mario, cara só, chamo de cara só, hoje sou ele, fica olhando, cara só, chamo de cara só, é das Mario, cara só. Finish like this. They can finish like this, bro. Okay. Dear ladies and gentlemen, let's congratulate our winners group, Rahmatjon and Sayuna. What you wanna say in Tajik language? در جای ما کسی غالب میاد سخن میکنه سخن بر احمدجان با پریچاتکای باکسوری کنه میکروفون معلومه که خدای الان خیمتی از سر ولی پریچاتکی آوردن رکه میجون ولی پریچاتکی آوردن نشون دادن گفتم واه میفتم با آروز حواس 14 ساله خود نکه افسوس که و کشور تفاخرسانی باشد اکجان همه وقت سیاست و سلامت باشه اولش که براگوزی خونه ما همه وقت پر از فیض و برکت باشد همه درگیر فرزندان شما سیاست و سلامت باشه و در همه روزها از روزها خورسندی اساسا به ما درگیر شما باشیم و چی بگم همیشه азур аҳмад аз таҷрибаи ширини зиндагӣ ки но васазоне ки дастҳои раҳматҷон бо чӣ банд буданд ба хоҳари азизи мо хоҳари меҳрабони мо сайҳунаҷон ширинӣ чашондам ман мехоҳам ки сайҳунам аз таҷрибаи ширини зиндагишон барои мо чизе бигам ки чӣ аст асрори зиндагии зебои шумо ва пеш аз чандин нафарҳои дар инҷа буда шумо соҳиби хона шуда шуморо муборакбод мегӯем ина келин шаби келин айҳози келина $3000 ҳар моҳ сухан ба сайҳуна Ayşe peş uçaş ver, Sayuna da dedi. Zira soğuk zaman bak, kelin akıyam naknem sarı da boş eder.
خواهی نخواهی میگیری وقتی پریچرکی دادم رحمت جان وقتی زفر نیو خبر که نخواد از آرزوی معمولی مثل باشد 14 سوموز احساس بگیر با پریچرکی میتگاه نگفت نیدرجاتیست اکا جان دایم سلامت باشه خانه تا پوری همپیز دوستان باشه همیشه هم خیلی خنده و شدی و هم اداگی بکن با خوش و پسندی گردد اپا هم خیلی خوش رفت شده از اون روزی که شما دیدیم در جای شما هستید در اونجا یک خوشندی هست و یک شوخی هست و خلاص خدای همین خیلی باشد و همین خدایی که شما به نصیب کرد الهی هم دو پیمکه دو دلفیم روز هم آقا الهی هم از سوی خونه شود هم خیلی جمع سبیم فقط شدی یا دیگر و شریک باشیم کم و غمه الهی اصلا نبینید اپام که هم خیلی خوشبخت شود با توی فرزندان هم خیلی ساده جفت گیریم In English. زفر تاجیکی را میدونم که انگلیسی گم کم سخن با میشگونه با زبان تاجیکی السلام علیکم و همه مهمانان و تشکری زیاد به خیلی امید و یقین عزیزمون که امروز ما را به این جمعیت دعوت نمودن و من از صدق دل و شما تبریک میکنم خانه نوتون رو گرچه دل رو نشیده‌ایم فقط شنیده‌ایم نامی او رو خدا کنه که فقط پسندی و خوشی در این خانه شود و بگذار که در این خانه تون کلینسی دامادها رو نیز پیشواز گیریم یک بار دیگر مبارک شود مجدد داریم که زفر اقبال خانه گیرم بعد یک جای نشون که انشاءالله یعنی ترانسلیت کنید not translate کنید دیگه We didn't see his new house. I said we only heard it. He said they're gonna let us sing it when you buy a new house. So yeah, exchange with yeah, we can show him just with Zafar Iqbal. Nothing without Zafar Iqbal. Kabul. Umid Jon, Zafar Jon and Rahmat Jon and Mishgona Jon and Sarna Jon, our favorite brothers and sisters, yeah? We love them very much. We love you guys very much. We appreciate for participating in this show and thank you so much for participating in these programs. Thank you so much and our sponsors of our Jon, she gonna give to our winners like just small and beautiful gifts for our winners Rahmat Jon and Saifulna as tarafi sponsory show Shahora Tufa. این توفا برای غالیبان آسمانی ما رحمت جان و سیفالله توفا کرده می شود. قبول کنید. در این صحنه برآمد میکنند از بهترین سرود، از بهترین ترانه ها. اما بگم که thank you so much. دوستان عزیز مهمانان قدر این شام اینام و همه شما مبارک باشد. امروز اینه بگذار که در خانه هر نفر شما برپا شود. ای ساقی فرخنده پای لبریز بی ما جامی مای ای مطربی ما جور کن صوت و نوا و چندونای یاران بیا بازی کنیم رقص و سراندازی کنیم شوکت اشتی این نوبت با سرودهای بین المللی روی صحنه میاد هم سرودهای تاجیکی هم روسی و انگلیسی و هم عربی و دیگر زبانهای دیگر خوش آمدید استراحت کنید خوش آمدید مهمانان دوستان علی قدر برادران خواهران عزیز خیر و مقدم گویم شما را خیرین زندگی خوانم شما را در این خانه
پر از جشن شود. ز این جشن همه شما را متاسفانه خیر بیاید. جنابان و مهمانان عالی قدر، خانمان محترم، برادران و خواهران عزیز و همه شما تشکر زیاد. خوش آمدید. تشکر زیاد برای قدر و قیمتتون، برای آمدنتون. از کجایی که صاف و سلامت آمدید، صاف و سلامت به منزل و مکان خویش برسید. خوش آمدید. در انجام این مرکه بسیار زیبا دل خیرت خوش کنید با مهمانان عزیز. اما خیلی نگرم ایجا یک جان تشکر برای قدم رنجه کردنتون. میگیم که باز آمده ایم، زی رفتن خورشید دور نیست، گر زندگی است انشاءالله که دیده به دیده میرسد. سلامت از مردا که آغاز کردیم و از صاحب جشن‌ها که آغاز کردیم و بعد از شما مادر عزیز، خواهر مهربانمون بانوان رو خوش اومدید بگه. بانوان مهربانی که اینجا با شما خیلی خوش دارن. همه شما رو خوش آمدید میگم. تشکر که اومده. از سوالی جهان سپاس همه شما رو خوش آمدید میگم. تشکر که وقتی پرقیمت خود رو در اقامت نداشته آمدید. تشکر زیاد. از نزدیکترین دوستانی اومیجان در امریکا، مخصوص در نیویورک، از همه رفیقان نزدیک خانواده احمدزاده ها، رحمت جان احمدوف و سرنوانای عزیز، زن و شوهر مهربانی که همیشه با این عائله دوست و پیوندی نزدیکی دارن. اینها نیز همچون صاحب معرکه هستند، صاحب جشن هستند. رحمت جان و سیما جان روزودکی طلب شد. بسیار شد از اینکه اکرام زورشمی بهتری گذشت. خدا همیشه هم خرسند باشد، سلامت باشد و آباد باشد و ما در گیلش سلامت و آباد باشد. تشکر. سلامت باشید. سیما عزیز، شما چی نیت و آرزو دارید؟ جان اکجان عزیز، دایم سلامت باشید، خوشبخت باشید، خانه‌تان دایم پیشودی باشد و ما آخر در گردش ما پروانه باشد. دیگه بدترین روزی هستیم من آخر می‌ذارم. سلام باشید. یکی از برادران نزدیک اکرم جان که اعضای خانواده‌شون هم میان خطا نمی‌کنیم، عضو عائله‌شون هستن. اکر خداداد بسیار برادر قدردان، بسیار برادر عزیز، بسیار اکای گرامی قدر که از همه اکای خداداد که با مهمانان خیر خوش دارن حالا در بیرون، از همه اکای خداداد عائله‌شان سخن می‌کنن. میانگر با عائله عزیز مرحبا. سلام علیکم میگم بر اهل مهمان. همتون رو از نام شهرم خوش آمدید میگیم. خوش آمدید ایلا خانه اکای ما دائما پرنور باشد و دائما خانه‌شان همیشه مهماندار باشد و دائما سر خانه‌شان پرفیض و برکت باشد. مبارک شود اکا جان، مبارک شود. شما دم تعلق Next خونه‌دار اگر مورد سلام باشید. خداوند شما را به همه مرادهای بلند زندگی میرساند. از همه رفیق نزدیکی امید در امریکا، از همه دوستی جانی که دادار جانیش، دادار عزیزش هست، فریدون جان عزیز ما که فریدون رو در امریکا، در بروکلین، در نیویورک همه خوب میشناسند، قدر میکنن. سخن و فریدون شاه، فریدون مومینوف. فریدون یکی از برادران و دوستان جانی اکای اومیجان است که روزهای اولی امید احمدزاده در امریکا با فریدون آغاز شد. ولی اکرم اگر خطا نکنم اولین روزهای شما یکم دوستی ما در امریکا بود. یکم دوستی ما در امریکا فرید بود. بعد دوستی این روز دادرم شد تا این روز دادرم. سلامت باشید. اول وقت موفقیت تمام دوستان می‌خوایم. یکی از دوستای اکوی نزدیک من خیلی مجبورم اول وقت حرمت احترام میکنیم شد. بهترین مبارک شود خونه اینا. آخری معرکه زفت کشم. آخری معرکه که نو بسته
اویلای ما گفتی من بکنم سرکشنم بکنم ببرم نکنی بعد تاجیکستان رو کردم چه گفتی که تمام معرض و خفا سلامت باشید اگر فرزانه هم نکنی این شکر این از تکاری که این جهد دوستان عزیز حضور خالیدون پیش اکر احمد بیسر و ما همه قصه اکر زفرجان یکی از برادران نزدیک اکر میجان به دربار اکر امید فریدون بیسه اکر زفرجان شما را دعوت کنیم بین زفرجان و بین میجان و فریدون جان یک سخنی نگی شما اکر جان سفر سمرخندی سفر سمرخندی اکر جان بازران سخنی نگی شما وطنی مدران سعدی باشه سلامت سلام شکر زفرجان خوش اومدید. اگر دوستان عزیز شما طرفخانه انتخاب کردن میخواهید لایف گاردن انتخاب کنید چون که بهترین طرفخانه با بهترین خوراک‌های بالازت و سرویس عالی در خدمت شماست. اگر شما نواربردار انتخاب کردن میخواهید با تمام سطح عالی ثبت و تنظیم با ویدیو در سطح عالی پروفسیونالی شما حسومیدین رو انتخاب کنید که حسومیدین بهترین نواربردار و تنظیمگر است. باقی به همتون تمام رسول خوش رو آرزو مند هستیم. مبارک باشد.